салом бинандагони азиз, манзури шумост намоиши аниси кунҷи танҳоӣ ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст манзури шумо мегардад ва чуноне ки худи шумо огаҳӣ доред, мо дар ин барнома бо он нафароне ҳамсӯҳбат мешавем ки ба китобхонӣ шавқи зиёд доранд ва ҳамзамон шеърҳои зиёд азбар мекунанд. Муъмина меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд ки новобаста аз хурдсолӣ шеърҳои зиёдеро азбар кардааст ва айни замон мо аз Муъмина доир ба шеърҳои аз ёд кардааш пурсон мешавем ва Муъмина ин шеърҳоро барои шумо қироат мекунад. Хуш омадед ба барномаи мо. Марҳамат, худро барои бинандагони мо сараввал муаррифӣ кунед. من غفار و مؤمنه خواننده صنف 4A در مکتب میانه عمومی رقم 59 میخونم و به شعرخوانی ذوق زیاد دارم. برای همین هم میخواستم که امسال در آزمون جمهوریوی اشتراک ورزم. سراول میخواستم یک شعر درباره معلم بخونم. میتوان در سایه آموختن، گنج عشق جاویدان اندوختن. اول از استاد یاد آموختیم، پس سویدای سواد آموختیم. از پدر گر قالبی تن یافتیم، از معلم جانی روشن یافتیم. ای معلم چون کنم تعریفی تو، چون خدا مشکل توان تعریفی تو. ای تو کشتی نجات روح ما، ای به طوفان جمالت نوح ما. یک پدر بخشنده آب و گل است، یک پدر روشنگر جان و دل است. احسن با شما تشکری زیاد. با ما معلومات دادن که شما شعرها خیلی هم عجیب اذیت میکنید. новобаста аз оне ки шумо аллакай синфи 4 ҳастед ва китоб хонда метавонед, мустақилона метавонед ки шеърҳоро мутолиа бикунед, онҳоро қироат бикунед, вале новобаста аз ин шумо бо модаратон шеърҳоро азбар мекунед. чунин аст? بله چنین است. مادرم به همه درس‌های من کمک می‌رساند و بسیاری بعد و خیلی هم زیاد من و مادرم به زبان مادری ذوق زیاد داریم. قرائت شعر را دوست می‌داریم و مادرم به من بسیاری بعد کمک می‌کند که من شعرها را ezber کنم، شعرها را از یاد کنم. همه شعرهایی که من گفته ایستادم قریب همه‌شان را من با یاری مادرم ezber نمودم. یعنی از اینجا برمیآید که مادر شما وقتی زیادی خویش رو برای شما جدا کرده است تا اینکه شما شعرها رو ezber کنید، دور به کتاب ها معلومات بگیرید، کتاب مطالعه کنید. چنین است؟ بله چنین. احسن به مادر شما. شما همه روزه شعرها رو با مادرتون ezber میکنید؟ بله همه روزه از یاد میکنم. یک وقتا با همراهی معلمم از یاد میکنم. برای قرائت کردن درست شعرها با شما کی کمک میرساند؟ شما چنین قرائتی زیبا میکنید؟ با من برای قرائت شعر هم معلمم هم مادرم یاری میرساند. بیشتر در کدام موضوع شعرها رو ezber میکنید؟ بیشتر در موضوع مادر. مادر. اکنون بیاید این زمان یکی از شعرهایی که در موضوع مادر ezber نمودید برای بینندگان قرائت میکنید. مادرم ای مادرم، ای مادری جان پرورم، پیش پایت سر نهم ای سرورم. کودکم من در نگاهت تا هنوز، میگذاری دست شوقت بر سرم. دوست میدارم تو را تا زنده ام، با هوس‌های زیادم زاده ای. تو برایم نامی زیبا مانده ای، تو به من زیبایی خود داده ای. رهنما و رهکشای من تویی، در ره دوری امید ای مادرم. گشته گیسوی سیاهی تو سفید، تا شود بختم سفید ای مادرم. می پرستم من تو را تا زنده ام،
از تو میپرسم دعای زندگی. مادرم بادا نگهبانت خدا، زنده باشی از برای زندگی. تشکر زیاد مومینه بانو. ما وقتی که در مؤسسه چنین شعرها را از یاد میکردیم در مکتبمان، برای قرائت کردن آن در نزد تخته صنف جرأت نمیکردیم. برای چنین قرائتی زیبا کردن از همصنفان خود شرم داشتیم. شما چگونه این ترس خود را حس کردید که میتوانید برو زیبا برای تماشابینان ما، برای همصنفان خود، برای معلمان، در نزد تماشابینان زیاد چنین شعرها را زیبا قرائت کنید؟ خیلی که من گفتم من به شعرخوانی ذوق زیاد داشتم. از صنف یکم شعر میخوندم. وقتی که من صنف یک بودم و اولین مرتبه برآمده بودم به شعرخوانی میترسیدم. یک چند بار دیگر هم وقتی گفتنم میترسیدم. بعد عادت کردم به همصنفانم، به معلمم. پسند آمد شعرخوانی من، پسند آمد و من نمیترسم دیگر. برای آن نفرانی که در سن و سال شما قرار دارند و شرم می‌دارند از قرائت زیبای شعرها، چگونه مصلحت‌ها می‌دهید؟ چی توصیه می‌دهید؟ نترسید، شرم نداره. شعر خواندن این یک مهارت است. هر کس هم نمیتواند این هنر را داشته باشد. سلامت باشید. باید عین زمان مهارت شعرخوانی خود را باز برای بینندگان ما اثبات بکنید و یکی از شعرهای زیبایی را در موضوع زیبایی انتخاب می‌کنیم، قرائت می‌کنیم برایشان. من میخواهم در وصف وطن شعر بخونم. پاس دارم قطره آبی وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خوانی وطن. روز استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقلال تاجیک زنده باد. قهرمان‌های خلق من امام علی، عینی ترسون زاده بابا جان غفور، نخست الله مخصومی آوازدار، همچون شیرین شاهی با ننگ و صبور. تاجیکستانم دیاری بی‌نظیر، غشت و خاک وحدت فرخنده باد. رنج و آزار نبینی بعد از این، شه ستون دولتت پاینده باد. تشکر زیاد. نفرانی که به شعرخوانی و قرائت شعرها ذوق دارند از بر نمودن داستانها را نیز دوست می‌دارند و چنانکه که ما می‌دانیم داستانها کلان حجم هستند و از بر نمودن آنها، در خاطر گرفتن آنها تا اندازه مشکل است. یگان داستان را از بر کرده اید؟ بله، من داستان جان شیرین را از بر کردم و میخواستم اینک شعر داستان جان شیرین را قرائت نمایم. مرحمت. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دلی من منزلی یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. بی تو نگذشت از گلویم آب هم، بی تو در چشمم نیامد خواب هم. بی تو هر یک روزی من یک سال شد، بی تو دل غش کرد چون اطفال شد. بی تو دیدم گرچه زیبا دختران، بی تو بشنیدم سرودی عاشقان. بی تو در توی و تماشاها شدم، بی تو گاه ها بلبلی گویا شدم. بی تو در وصف زنان گفتم سخن، بی تو در مجلس فشردم دست زن. لیک در پیش نظر روی تو بود،
جلوه های چشم و ابروی تو بود. جانی شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. саломат бошед мумина бону. ташаккури зиёд. яъне аз ин ҷо бармеояд ки шумо ин достонро ба пуррагӣ азёд кардаед. бале. аҳсан ба шумо. мо ба шумо изҳори сипос мекунем ки ба барномаи мо омадед ва таманнои онро дорем ки боз ҳам завқи шеърхонии шумо зиёдтар бигардад ва дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидоноӣ сазовори ҷой бигардед. бинандагони азиз, ин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома ва ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо буданд мумина бону ва дар анҷоми барнома мумина бароятон боз як шеъраки дигареро қироат мекунад. хайр. лоиқ шералӣ. номи шеър марав аз ман. марав аз ман ки бо ту меравад дунёи рангинам. марав аз ман ки бо ту меравад ғамҳои ширинам. агар бо ман гули рӯяд набошад خار خواهم شد. مرو از من که با تو می رود ایامی گلچینم. اگر از من گذشتی بگذرد عمرم به ناکامی. مرو از من که با تو می رود محراب آیینم. چه آرامی است، چه آرامی است آرامی آبی مرده ساحل. مرو از من که با تو می رود آرام و تسکینم. تو با من تا غم از عشق داری غم مخور از عشق. مرو از من که با تو می رود تو ماری زرینم. تو ای دلخواه درینم، تو ای تبدیر و تمکینم. مرو از من که با تو می رود تبریک و تحسینم. تو با من تا جوان هستی جوانی کن جوانی کن. مرو از من که با تو می رود عشق نخستینم.